یه ماشین 8 9 میلیاردی یه جا پارک بود، 2 تا جوونم وایساده بودن داشتن با هم صحبت میکردن. این یکی به اون یکی میگفت ماشینا رو ببین اینا فقط پول دزدیه. منم صاحبش میشناختم، اینایی بود که 40 50 سال دویده بود. آقا صاحبش میشناسی؟ آقا بشناسی نشناسی، این ماشینا فقط با دزدی در میاد. گفتم خب تو چرا نمیری دزدی کنی؟ گفتاش مال مردم خوریه. گفتم چطور الان پشت سر مردم خوری میکنی؟ خب برو مال مردم خوری هم میکن، چه فرقی داره؟ فرقش من بهت میگم، دزدی زندان داره، جریمه داره، همینجا چوب تو آستینت میکنن. تا پشت سر مردم صحبت کردن کنترل کیلومتر که نمیندازه. خال زنک بازی، اینو ببند به اون، اونو ببند به اون. ببین دایی نتونستن تو پای تقوات نزن. تو هر زمینه تیغت به بوده از بیخ میبردی. نگو نخواستم، نتونست.